وقتتون بخیر. برای درست کردن یه غذای خوشمزه آماده اید؟ امروز میخوایم یه نودل خوشمزه درست کنیم. کدوی سبز رو خرد میکنیم. هویجامون رو قطعه قطعه میکنیم. فلفل دلمه‌های رنگی هم زیبایی غذامون رو 2 چندان میکنن. قارچ هم سرشار از پروتئینه. بهتر از سیر تازه هم استفاده کنید. پیازها رو هم خرد میکنیم. مرغ‌هامون هم که منبع اصلی پروتئینن خرد میکنیم. تاور رو روی گاز داغ میکنیم. پیازهامون رو تفت میدیم و مرغ رو بهش اضافه میکنیم. بعد سبزیجاتمون رو هم بهش اضافه میکنیم. ادویه هم خیلی مهمه. فلفل و نمک و آبیشن رو هم بهش اضافه میکنیم. تو همین فاصله نودلمون رو تو آب جوش میریزیم و ادویه مخصوصش رو بهش اضافه میکنیم تا با هم یه غل بخورن. بعدش به سبزیجاتمون سس سویا رو اضافه میکنیم و نودل آبکش شدهمون رو بهش اضافه میکنیم. از این نودل خوشمزه لذت ببریم.